برای پیدا کردن کلمات کلیدی رقبا از ابزار سمراش میتونیم استفاده بکنیم. من کلمه خرید ماینر رو سرچ کردم و رقبای اصلی و مستقیم سایتی که براش دارم کیوردی سرچ رو انجام میدم وارد این قسمت دامین اوورویو میکنم و سرچ رو میزنم تا کلمات کلیدیشو برای من بیاره و میتونیم یک اطلاعاتی از این سایت از رقبا با این ابزار داشته باشیم. خب اطلاعاتی که برای ما میاره توی این قسمت جدولیه که میگه چه تعداد کلماتی با ارگانیک ترافیک یا پیج سرچ برای این سایت داره و کلماتش تو چه پوزیشن هایی قرار داره. توی قسمت پایین تر میگه 5 تا کلمه توی پوزیشن 1 تا 3 داره، 15 تا کلمه توی پوزیشن 4 تا 10 داره و الی آخر اینجا کیورداشو برای ما میاره که وارد این قسمت میشیم و کیورداش هم به وسیله در از اینتنت ها دسته‌بندی کرده و اینجا هم برای ما داره نمایش میده و رقباش هم اینجا داره برای ما نمایش میده که این سایت این ابزار چه رقبایی رو برای این سایت تشخیص داده. خب ما این قسمت تاپ ارگانیک کیوردش رو کار داریم، وارد این بخش میشیم. خب منتظر میشم لود بشه. صد و 148 تا کلمه برای ما آورد که کلماتش هم اینجا میتونید ببینید و کلماتی هم که اینجا داره نمایش میده باید بررسی بکنید. ممکنه کلمات نامرتبط هم نمایش بده که باید از لیستتون حذف بکنید و مواردی هم که داره نمایش میده پوزیشن هر کلمه رو اینجا داره نمایش میده. یعنی میگه با کلمه خرید ماینر توی پوزیشن 1 قرار داره با این صفحه‌ای که اینجا صفحه‌ش هم داره برای شما نمایش میده. و مورد بعدی فیلترهایی هم اینجا داره که از این فیلترها هم میتونید استفاده کنید. مهمترین فیلترش قسمت این فیلتر پوزیشنه که شما میتونید کلماتی که توی 10 تا پوزیشن 1 تا 10 نتایج گوگل قرار داره رو اینجا با این فیلتر بیارید و ببینید و بررسی بکنید. خب فیلتر رو بزنم اعمال بشه و میتونید اینجا این پوزیشن های 1 تا 10 و صفحاتش رو ببینید و بررسی بکنید. و فیلترهای دیگه ای داره که قسمت فیلترها رو توی قسمت قبل توضیح دادم. باز هم اینجا این فیلترها رو داره بر اساس سرچ، بر اساس سختی کلمه کلیدی، بر اساس اینتنت و 2 تا فیلتر دیگه ای هم داره که باز هم تو قسمت های قبل توضیحش رو داده بودم که میتونید کلمات رو اینکلود بکنید یا اکسکلود بکنید. و در آخر کلمات رو میتونیم به صورت 148 کلمه رو به صورت اکسل یه خروجی بگیریم.
و همینجا شما این کلمات رو ببینید، بررسی بکنید. اگر کلمه نامرتبطی دیدید که نمیخواید وارد کیورد ریسرچتون بکنید، همینجا میتونید این کلمات رو حذفش بکنید، مثل همین کلمه‌ای که الان برای ما داره نمایش میده. به طور مثال من اینو پاک میکنم. کلمات دیگه هم هستش که باز هم نامرتبطه و شما باید به این صورت، این شیپور کرج به طور مثال، پس شما این کلماتی که نامرتبط هم داره نمایش میده و کلماتی که شما اصلا نمیخواید کار بکنید برای این سایت هم بررسی بکنید و این کلمات رو پاک بکنید. و همینجا این کلمات رو شما میتونید کپی کنید و وارد لیست اکسلتون بکنید. و نکته که این کلمات انگلیسی هم همینجا، چون ممکنه توی لیست ما این کلمات هم به صورت انگلیسی سرچ میشم، توی صفحاتمون حتما تارگت میکنیم. لزومی نداره اینجا توی کیورد ریسرچمون باشه. تمام این کلمات رو توی کیورد ریسرچمون هم همین الانش هم هست و استخراج کردیم. نکته دیگه، شما پس رقباتون رو همینجا وارد میکنید و دونه دونه رقیباتون رو، کلمات کلیدیشون رو بررسی میکنید و وارد اکسلتون میکنید.